اوایل دهه 80 بود که یه خانواده‌ای نقل مکان میکنه به کنتیکیت. اونا به خاطر داشتن مشکل مالی میرن و نهایتاً یه خونه ارزون میگیرن، اما خیلی طول نمیکشه که متوجه میشن اون خونه یه خونه عادی نیست. چرا؟ چون داشتن حضورهایی رو احساس میکردن، اشیاهاشون میافتاد و میشکست. خیلی وقت حتی به خود خانواده آسیب میرسید. من اینجام تا راجع به این موضوع باهاتون صحبت کنم. این خونه به قدری ترسناک بود که محققان ماورالطبیعه معروف اد و لورن وارن رو وارد ماجرا کرد. اد و لورن وارن میگن که این یکی از ترسناکترین تجربه های ما بوده و این یکی از ترسناکترین خونه هایی بوده که ما بهش سر زدیم. سال 1986 خانواده اسندکر که شامل کارمن مادر خانواده، آلن پدر خانواده، فیلیپ پسر بزرگ خانواده که توی این داستان ما بیشتر روی اون زومین، بردلی، آلن جونیور، جنیفر بچهای بعدی خانواده‌ان که زیاد باش کاری نداریم، تامی خواهرزاده کارمن. مهمونای ویژه توی این داستان اد و لورن وارن، محققای ماورالطبیعه معروف. خب خانواده اسندکر به خاطر بیماری سخت پسرشون فیلیپ، همون پسر بزرگ خانواده، مجبور به نقل مکان میشن. کجا؟ جایی که به بیمارستان نزدیکتر باشه، محله‌ای که به بیمارستان نزدیکتر باشه. و کجا بهتر از کنتیکت؟ اونا نقل مکان میکنن به ایالت کنتیکت. خب حالا این خانواده بدون هیچ مشکلی نقل مکان میکنن و میرن به اون محله. و خب روزای اول خیلی خوب بود. مردم توی اون محله خیلی مهربون، خونگرم بودن. اونا وسایلاشون رو چیدن توی اون خونه، اینجور چیزا. تا اینکه روز سوم توی اون خونه میرسه، دقیقا زمانی که همه داشتن به اون خونه عادت میکردن و خب فهم کردن هیچ مشکلی وجود نداره. سوم وقتی فیلیپ میخواد بره توی تختش و بخوابه، کل اون شبو حقیقت میخوره این ور، حقیقت میخوره اون ور و اصلا نمیتونه حتی پلک روی پلکش بذاره. اون توی حالا مستندایی که ازش وجود داره توی یوتیوب میگفت که من شبا سایه هایی با لباس های سیاه میدیدم که یکیشون هم دقیقا وای میستاد بالای سرم. اون اینو به مادرش میگه، اما مادرش اینا رو باور نمیکنه و فکر میکنه به خاطر حالا نقل مکان و جدید بودن جا داره توهم میزنه و چیز خاصی نیست. میگذره کسی حرفای فیلیپو باور نمیکنه، حتی اون 3 خواهر برادرم که بهتون گفتم. تا اینکه اون 3 خواهر برادرم شروع میکنن به دیدن یه سری سایه که نمیتونه یه توهم همگانی باشه. و خب مادر فیلیپ با خودش میگه که شاید به خاطر اینکه فیلیپ تو دوره درمانی سرطانشه و خب تحت تاثیر داروهاست داره این حرفا رو میزنه، چون بله بچه ها فیلیپ سرطان داشت. و حالا میگذره تا اینکه بقیه اعضای خانواده، یعنی همون 3 خواهر برادر که بهتون گفتم، شروع میکنن به دیدن یه سری چیزا توی خونه. چراغا روشن و خاموش میشن، درا باز و بسته میشن، صدایی مثل صدای زمزمه تو گوش بچه‌ها میپیچه و حالا همین ادامه پیدا میکنه تا اینکه فیلیپ شروع میکنه به تغییر کردن. کارایی میکنه، چیزایی نقاشی میکشه، حرفایی میزنه که هیچ وقت هیچ کس نفهمید منظورش چیه. یه شب مادر فیلیپ از خواب بیدار میشه و میبینه که فیلیپ با چشمای باز نشسته و به یه زبون ناشناس داره حرفای عجیب میزنه و خب هیچ کس نفهمید دلیل این کاراش چیه. میگذره که میرسه به شب سوم. طبق معمول مادر فیلیپ از خواب بیدار میشه، میرسه بالا سر فیلیپ و میبینه که فیلیپ از خواب بلند شده و با یه صدای خیلی ناشناس و عجیب که اصلا امکان نداشت برای خودش باشه داد میزنه که اونا میان بالا، اونا دارن میان بالا، اونا قراره بیان. یکی از عادتهای دیگه فیلیپ این بود که همیشه زل میزد
به یه جایی و چشم از اونجا برنمی داشت و بعدش میگفت که من دارم اونجا جسد میبینم و خب تا حالا هیچ کدوم از اعضای خانواده حتی پاشون به اون زیرزمین نذاشته بودن و خب مادر فیلیپ خیلی اینجا کنجکاوه میگه مگه زیرزمین چیه، اونجا چه اتفاقی افتاده که فیلیپ هر موقع پا میشه میگه از اونجا صدا میاد، اونا قرار از اونجا بیان. وقتی مادر فیلیپ پاشو میذاره توی زیرزمین یه بوی عجیبه، خیلی حالت گوشت شیرین میزنه به مشامش. نمیدونید گوشت شیرین یعنی چی؟ باید بگم وقتی جسد داره تجزیه میشه این بو اونجا هست. اونجا یه سری وسایلی پیدا میکنن که مربوط به آماده سازی جسد. تابوت بود، میزای بزرگ فلزی بود، چرخهای مخصوص جابجا کردن جنازه بود، پر از قیچی و قیچی بزرگ و چاقو جراحی و اینجور چیزا بود و مواد شیمیایی. کارمن حالا توی مستندا میگه که من میدونستم این خونه یه روز تاریک داره، جایی که مرده ها نمیتونن توش استراحت کنن. و اینجاست که دیگه خانواده طاقت نمیارن و با زوج معروف اد و لورن وارن تماس میگیرن. اد و لورن وارن بعد از اینکه اومدن فهمیدن که اون خونه تسخیر شده است توسط روحایی که شیطانی هن و درد و خشم مردن و هنوز اونجا ساکنن. اد و لورن وارن شروع میکنن به پاکسازی خونه. اونا کتابای مقدس میارن، بچه ها رو مخصوصا فیلیپ رو به یه چیزی میبندن و شروع میکنن به پاشیدن آب مقدس روی اون و خوندن دعا. اونا میگن که طی پاکسازی خونه خیلی صدای جیغ می اومده، صدای جیغ خانواده می اومد، یه صدای جیغ دیگه هم قاطیشون شده بوده، صدای شکستن ظرفا می اومدن، وسایل می افتادن و می شکستن و لورن بیهوش شد. و خب حالا چون پای اد و لورن وارن کشیده شده بود توی ماجرا یهویی و یه شبه توی کل کنتیکیت ترکید این بوم و معروف شد. و حالا من رفتم طی اون مستندهایی که از این خانواده گرفتم، راهبه هایی که از این خانواده گرفتن و چیا گفتن واسهتون ترجمه کردم و آوردم. وقتی وارد خونه شدیم هیچ چیز عجیبی نبود، ولی فقط چند روز بعد حس کردم یکی داره منو نگاه میکنه، اونم وقتی که کاملا تنها بودم. شبها صدای پچ پچ از زیر زمین می اومد. سایه ها اذیتم می کردن، نمیذاشتم بخوابم. یه شب دیدم که یه سایه سیاه بالای تختم وایساده. نمیتونستم تکون بخورم، انگار فلج شده بودم. همیشه احساس می کردم یکی هست، یه انرژی سرد که نمیذاره بخوابم. من کاملا انرژیشو و حضورشو احساس میکردم. ما به کلی خونه تسخیر شده سر زدیم، ولی این یکی متفاوت بود. اونجا قبلا سردخونه اجساد بوده، پر از انرژیای مرگبار و بده و کلی روح سرگردان. بچه ها تموم این حرفا از ذهن خود این اشخاص بودن و هیچ اغراقی توشون نکردم من و فقط ترجمهشون کردم. لینک ویدیوها و مصاحبه‌ای که ازشون گرفتن و واسهتون توی دیسکریپشن میذارم، اگه دوست داشتید میتونید بریم ببینید. و خب اد و لورن وارن تونستن بعد از پاکسازی خونه یه کمی آرامش رو خونه برگردونن، ولی کامل آروم نشد. فیلیپ بیماریش درمان شد ولی بازم اون کابوسا رو میبینه و یه فیلم هم ازش درست کردن، اگه دوست داشته باشید اونم توی دیسکریپشن اسمشو میذارم. این کلی ماجرا بود، اگه دوست داشته باشید بیشتر ماجراهای ماورایی براتون میذارم. همین دیگه، اگه دوست داشتی حمایت ریزی از من بکن.
خدافظ.